استحلفكم تهمة لكم. من گفت به خاطر ناباوری شما را قسم ندادستم. آخه شما صحابه های منه، شما بزرگترین این ملت هسته. بعد انبیاء الله، بعد پیغمبرای الله، بزرگتر از صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عرصه هستی کسی پیدا شدگی نیست. ولكن آتانی جبریل علیه السلام فاخبرنی ان الله عز وجل یباهی بکم الملائکه. الحال میگه حضرت جبریل نزد من آمد خبرم داد که خداوند با شما، با همین مجلس خیر شما در پیش ملائکه بزرگش مباهات کرده است، افتخار کرده است. بندای من ببینید الله این درجه و منزلت میگم. به همون خاطر انشالله بسیار خواهش میکنم گوش باندازید. ما خدیمه درست شد صحبت کمتر میگیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. نشانه های قدرت پروردگار، نشانه های نعمت پروردگار، نشانه های فضل پروردگار ای مردها این است که از جنس شما برای شما را زن خلق کرد. پروردگار از جنس تو زن خلق کرده است تا اینکه در پیشش سکینه حاصل کنه، آرامش پیدا کنه، خانه بسازه، هم شهوت تونه هم نفس تونه، زندگی حلال و پاکیزه داشته باشه. قطیش یک رفیق یاری داشته باشی که نیمی شبم ذوقی گپت گرفت قطیش فش فش کرده گپ زده بتونی. این نعمتی هست که به خدا قسم بها نداره. و جعل بینکم موده و رحمه. الله ذوالجلال بین شما و بین زنها تو محبت و رحمت برقرار ساخته است. وقتی یه شای زیباگی و تراوت داره دوستش میداری، معقول تا یا خیزنی حلالت از برای خدا معقولت نمیشود. چه مستور باشد زن خوب روی، به دیدار او در بهشت است شوی. وقتی پیر شید دندانکو ریخت، قامت چنگ زد، بین تو رحمت برقرار کرده است که برای مسافده اهم فرزنداش دم کمپیرکش بالاتر و بالاتر. هیچ شکی نیست. مسافده باشم بپرسیش و پدراتونه با خدا اهم فرزنداش بولو میدونه زرخشن و برای در پهلو شای دویی مشکل آسان کن شای همه یک فشفشه که با کمپیرش میگنه اهمی دنیا بهتره. مسافد میآید با خونهش نمیگه بچم کو، نواسم کو، یا اوچتون کو، اول ای اوچهشو میپرسه. همون رحمتی هست که پروردگار در میان بندگان برقرار ساخته. با خدا قسم سببش هم باید ایره ببین. این نشانه های اعجاز خدا هست. برای مردمی که عقل فراست دارن خداوند یک نشانه باری را این گذاشته است. خدا کنه که به قدر نعمت پروردگار برسید. واقعا زن بسیار نعمتی بزرگ است. و شرط زنی صالحه باشه. زنی صالحه باشه. در حدیث اومده است حضرت صلی الله علیه و سلم میگه من رزقه الله امرأة صالحه فقد اعانه علی شطر دینه فلیتق الله فی شطر الباقی. یک جوان زن میزنه، اول ملایم گپ زد با گریست. اول خیلی شکایت کرد، ای زن شکایت کرد، ای خشتومن خسرش شکایت کرد. با گریه کرد چی گریه دوری ای بچه چی گریه دوری؟ اوکی چخیل گریه نکنه میگه دوبلو که مقصد نمیدین ما گرفتن بردن. زنشا گرفتی خونه پدرش بودی. این خونه آباد همه حدیث هم گوش کردم دست. چخیل گریه نکنم که نمیدین ما گرفتن بردن. و تو خونه آباد نگفتی که احترامم نمیکنه، گپ گردانی میکنه. و یک حزل شوخی قطیش کردیم، فتنه را برداشت، اخیر اونا گرفتن به خونه پدرش بردن. همین خودت نگفتی؟ او گفتم. او نصف دینت نیست، او بلای دین تای. خدا را شکر که جانت خلاص شده گنه. او نصف دین تای که او زنی صالحه باشه. پیغمبر نگفت است که هر زنی باشه. خدا ای زنی بد پناه بده. دلارام باشد زنی نیکخواه، ولیکن زنی بد خدا یا پناه. به زندان قاضی گرفتار به
که در خانه دیدم به ابرو گیره ایام قاش قواق همون زنه که بدبخت تحمل کردن در زندان با اندازنت سبکتره ته پای رفتم به از کفش تنگ بلای سفر به که در خانه جنگ سفر عید باشد بدان کت خدای که بانوی زیشتش بود در سرای همین مردمی که تست سفر میکنن راههای دور میروند همون ریشه شبکوی یگون بلو دورن یگون زنی جکاک دورن همین چند مدتی ایم چنگ همون خلاص بخیرن گفتم میگریزن سبحان الله دری خرمی بر سرای ببند که بانگی زن از وی برآید بلند همین خانه که زنک عرست ترس میکنه و آواز شوش بلنده در اونجا هیچ وقت خرمی و نعمت پروردگار باقی نمیمونه سعادت نمونه در آن خاندان که بانگی خروس آید از ماکیان او جایی که ماکیان دعوای خروزی میکنه هیچ وقت در اونجا سعادت نمیمونه اون نصف دین تای به شرطی که زنی صالحه باشه زنی باشه که ترا به سوی خدا و پیغمبر بره زنی باشه که خدمتی ترا بکنه ای کار که مونده شدی آمدی تا اومد که در پیشت بیاره بمونه با تبسم استقبالت کنه سرک لباسک تا بشوه تازه کنه با شب بخیزه زنی صالحه بیدارت کنه که مردک بخی نماز بخون بعد نمازی تهجد دعا کن که خداوند فرزند صالح مو بته انا یه نسبی دینی تو زنیبت در سرای مردی نکو هم در این عالم است دوزخی او خدا نگه داره اگر او زنی ناقابل و نالایق باشه دوزخی تو در دنیا میشه و اگه جا نسبی دینت میشه برای دایم از خدا طلب کنه التجا کنه پروردگار زنی صالح هم بده خداوند زنی صالح هم بده اما زنی که نصفی دین مونه تاریخ گواه هست چی زنای صالحه بدن که سبب هدایت شوهرها شده گیرن به سبب بعضی زنها شوهرها نامدار شدن معروف و مشهور شدن همه ابو جهل لعینه همت میدونید حجت به معرفی کردنش نیست ابو جهل پسر داشت به نام اکریمه ابن ابی جهل یکی از شهسوارای قریش پهلوان بود است پسر کلانیش همراه پدرش با همین مسلمان‌ها جنگ‌های زیاد کرده در سال فتح مکه حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید کرد که هر کسی در نزد خانه کعبه باشه در امان است هر کسی که در خانه ابو سفیان باشه در امان است هر کسی در خانه حضرت عثمان ابن عفان باشه در امان است بعد انا حجره ام هانی دختر عمکش هم نام برد که کسی در خانه ام هانی باشه در امان است به خاطر شوهر ام هانی که حضرت علی قصد کشتارش داشته است اما گفت یک چند نفر نام گرفت که با اینا ترحم نکنید اگر چند چنگ و استار کعبه هم زده باشن یکی از اون شخصایی که گفت ترحم نکنید انا اکریمه است این تسلیم نشید در اون روزی فتح مکه را با مسلمان‌ها جمع کرد شکست خورد گریخ قصد سفر خارجه داشت همین ساحل بحر احمر اومد است باید در کشتی سوار شود زنش ام حکیم ببینه اسلام قبول کرد نزد حضرت اومد گفت یا رسول الله همین اکریمه در مجموع آدم میگه بد نیست اما پدری بدبختش همطوری تأثیری بدش رسوند و با وقتی پدرش کشته شد میخواست که خونی پدر را بگیره اما در مجموعی آدمی بد نیست حتی میدونه که قرآن بر شما نازل شده اما ایری همین تعصب ایری همین جاهلیش اقرار نکرده است یا رسول الله اگر به شرط امانش بتی منم را برمیگردونم حضرت گفت امانش داره بگو یکو چیزا کم بده به صورت نشونه که باور میکنه که او دیگه باور نمیکنه حضرت دستارش گرفت دادش ببینه زنی صالحه انا زنی صالحه او یکی نصف دینی تای نیتری زنه میگه زنک شتر سوار شده ساله را در دستش گرفته است تبرک پیچوندگی سر کرد اومد ساحل بحر شاید همی به جای هم نزدیکی های جیده ای روزه باشه اومد که اکریمه علاقه کشتی همون لنگر پرتوفتگی تیاره باید از زورق سوار شود بروند در کشتی سوار شود که زنش قپی داشت اکریمه نره ای خدا بترس که جا میره گو میکشنم دیگه چکر کنم گو اون مرده که
اومده است مکه را فتح کرده است مثل تو پدری تو نامرد نیست او حبیب الله های اینا گفت امر دو دست اینا دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم همین زن شوهر اگر گردان دوبار ببینید با شرافت همین زن اکریمه اسلام قبول کرد باز چی اسلام با خدا قسم خدمتوی کرده است که دیگر نامش با آب طلایی در صفحه تاریخ اسلام نوشته شد همین اکریمه را همین خدمت کرد که حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که پدرش دیگر در پیشش ابو جهل نگیر اگر چند اون بدبخت ابو جهل که گفت خاطری با پدرش در پیش همین اکریمه ابو جهل نگین هم پدرش ابو الحکم بگین یا نامش بگیره عمرو ابن هشام ابن عمرو قصه کوتاه اکریمه یکی از سرلشکرهای اسلام شد حالا در عهد پیامبر صلی الله علیه و سلم بعدا در زمان خلافت ابوبکر صدیق حضرت ایرا در یک لشکر خودش پرچم بسته و در دستش داده بود در زمان خلافت حضرت عمر هم یکی همون سپهسالارا بود یکی لشکرکشان بود در همین جنگ یرموک جنگ حل کننده ای که بین مسلمان ها و رومی ها واقع شده است متاسفانه در تاریخ نسبت حرب یرموک به نهایت معلوماتی کم میتن گفتی که پای اصول بسیار سکوت نی انفرماسیه های اگر چنده که بزرگترین جنگ عصر میانه های همی جنگ از طرف رومی ها زیاده های 200,000 های در بعضی مأخذها نوشته که 280,000 لشکر اشتراک کرده است قیصر روم امپراتور ویزانتیا خودش به واسطه اومده می جنگ رهبری کرده است ببینه در جنگ برادر قیصر کشته شده در همین جنگ ای جانب مسلمان ها زیاده ای 100,000 در تاریخ عصرهای میانه تاریخ جنگ دیگه شدگی نیست تمام گلهای سری سبا چون هم ریت سرستوه را پیش برآورده بودن ریت سرا را حتی از اروپا اومده بودن ریت سرا همین صفی پیش همه ریت سرا بودن یکو 20,000 نفر یکی از گوره که حجم کردن او کورشو نمیکنن شمشیر قطعی زده شو نشوه همین لغت کرده اومدن پیش لشکر مسلمان ها شکست خود گریختن مردم زیاده گریخت کور به درجه اومد که زنهای مسلمان های قفا بسنگ زدن شو که کجا میگریزه اینو مردو ای خدا نمیترسه قفا بگرده آن همین حولت حل کننده ده اگر به شرطی که کسی نمیشید که سری راه مسلمان را نمیگرفت الهام شو نمیبخشید شاید شکست میخوردن اگر شکست خوردن در او دشت قتل عام و پراتور مرشدان به دیگه جای گریز نداشتن در این همین وضعیت حولت اکریمه پسر ابو جهل در بلای از سوار نعره زد این مردای خدا گفت کی قطعی من بیعت میکنه پریشی اگر قبول میکنه که تو آخرا قطره خون ای جوش در جنبیده تکان خورده جنگ کنه با دشمن 500 نفر در گرد جمع شدن همین شخص سوارا پهلوانا چنان جنگ کردن که ریچسرا را سری رخشون را گرفتن همیو وقتی جنگ ایو را دیدن خوشونایی که کم کم قفو میرفتن و بعضش میگرفتن اینو را هم دیگه شجاعت در قلبش پیدا شد برگشتن زدن هجوم برگردوندن و به هجوم جوابی گذاشتن تا نماز عصر همون وقت علاقه شکست در لشکر روم غلطی یکی از سببگروی اساسیش غلبه را خدا میتا یکی از همون سببهاش نمی اکریمه پسر ابو جهل شده است در خون گم میگه یک 10 جراحت زیاد برداشته است خون همی تجاری شده است ریشش سب سرخ خون خالد ابن ولید که سرداری لشکر مسلمان ها بود دیدش گفت یا اکریمه با جان دیگه جور نکه بیا گفت وکلان هم یا پاویسکه قطعی ببندن سر تا که او خون میویه آخر میغلطی او خون که در بدن دم و دم زنده نمیمونه بیا گفت از برای خدا علاقه انشالله کار خیلی دیگرگون شده است گفت یا خالد تو صفحات درخشان داری در حیاتت تو در رکاب پیامبر صلی الله علیه و سلم با دشمنای حضرت جنگیده او من همین حیاتی خدمت پیش نظرم میارم همیشه همراه اون پدری بدبختم در مقابل پیغمبر جنگیدم در مقابل مسلمان ها جنگیدم همین روزگار اکنون که من همواره بشون توزه کنم و در همین جنگ اکریمه جام شهادت نوشید خدا رحمت مغفرتش کنه یک کارنمایی بزرگ در تاریخ اسلام کرده است اینا ببینید نامش هم میگیریم تاریخش قصه میگیریم
ایمانم و آب میخورم. سببی همه همون زن شید. زنی با غیرت، با همت، با محبت که و شوهر که دوست می داشت از ورطه هلاکت شوهرش نجات داد. اما زنی که نصف دین ما است، اینا میتری زنها را میگره. برادر عزیز، بعد این نمازات دعا کنید در حق خودتون، در حق فرزنداتون، در حق نبیروهاتون، خداوند صاحب زنی صالحش کنه. و فراموش نکنه که زنی صالحه پودینه نیست، خودش نمیبروید. زنی صالحه را تربیت کردن نکن. در خاندان مردای صالح دختر داریم، خواهر داریم، سعی کنه که زنی صالحه به کمال برسن، به اویا برسن. کردیم اگر انشاءالله جامعه ما دیگرگون میشود. اگر نکردیم وای بر ما، وای بر ما که همه روز به روز فساد زیاد میشود، زیاد میشود، زیاد میشود. همین یک چیز را بگم تو که به خدا قسم، این چیزی که در تجربه دیده میشود. همین دخترای صالحه در گجوی هستند، به خدا قسم در بولاشو جمع گرد باور میکنید. همین در همسایگی ما یک دختره که صالحه های با فکر که پدر و مادرش دیگه خسگو را بیزار شده گیرد. اما کسی دا دو دیانش علاقه فوتیهاش کردگی های نکنه تا خسگور بولای خسگور میبوره. همین خدمم شخصا چندین نفر انا وسیله قرار دادن که هم آدمای به نهایت خوب، شخصای ارزنده که هم مقصد همون دختره یک دهن گپ نمیزنه که مقصد همین چیز که برآمده که گفتن که حقیقتا ما این دختر دادگی نه که از بس که ولی تویش نکردیم و دختری صالحه مستوره با ادب کسی آوازی بلند چه نشنیده، دشنام حقیقت چه نشنیده است، قهقه و وحوحش در کوچه نشنیده، به خدا قسم جنگ باور میکنه. آفرین هم پدر و مادر اخی همی هر روز خسگور بیاید و بیاید چخینه او برای دختر تربیه کرده تولیستن. من هم مرده کدیدم آدم خوب باید خدا برکت بتا گفتم به همین فرزند تربیه کرده خداوند بخت اقبالش بتاهم دختر کرد. همین برای هم دختر دارو را یا درس عبرت هایی ولی بعضی هم مینولن که انا دختر مانده انا ای تشیده ای بی خدمون ای بخدا قسم تربیه خوب نمیکنه کردیم اگر اون دختر هیچ وقت نمیمونه. همین چیزی خوب همه در کاره. انشاءالله این حجی الهام دینی ما را مایمون تویفه است که الان تری دخترها را جستجو میکنه. انشاءالله این تویفه است که در خاندانش الان خیلی دختر تربیت میکنه. خدا برکت بده. انشاءالله قوری را یک گپی عجیب گفت که یک شخص اومد پیش میگه یک حاجی گفت که یک کلینی خوب صالحه نمیوبی و میگه گفتم که خودت چند تا دختری صالحه تربیت کرده که کلینی خوبی صالحه بیوبی کما تدین و تدان خیلی معامله میکنی با تام که معامله میشود. پروردگار یعقوب جان با مراد و مقصوداش برسون. خداوند بینش بین زوجش الفت و مودت برقرار بسازن. پروردگار از گمانش و فرزندای خوب صالح عالم قاری و محیب جامعه اساس به دنیا بیارد. پروردگار تویهای نکاحی را سبب ریشه شدن فسق فساد و حرام و زنا در جامعه قرار دهد. خدایا امید به رحمت شفقتی تو داره به خاطر بزرگداشت سنت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم در این خاندان، در این محله، در این دیار، در خاندان برادرای دست به دعا برداشته فیض و برکات خیرات و حسنات خویش را نازل فرما. این کاش که فرزندای ما و خواهرای ما همین که عقل فراست داشته باشند بدانند که به خدمت شوهر مسلمان پدر و مادر شده در رحمت در راحت هستند انشاءالله سبب داخل شدن به جنت پدر و مادر میگردن این زنهای صالحه و خوب. انا میگم زن باشه که امرش کردی اطاعت کنه به فرمان از خانه نبراید اطاعت شوهر را به جا بیاره. زن که در کوچه ها به تک باشد زن نباشد که متسگ باشد. زنی بد در سرای مردی نکو هم در این عالم است دوزخی او. زینهار از قرین بد زینهار و قینا ربنا عذاب الله حفظک فی نفسها و مالک. زنی خوب و صالحه بهترین زن و زنی هست وقتی شوهر از خانه برآمد غایب شد تا آمدن هم شوهر هم خچه برای شوهر حفظ میکنه هم مال شوهر را محافظت میکنه که ضایع تلف نشود. الله اکبر. همین مردای بزرگ در تاریخ ببینه به خدا قسم همشون هم زن داشته
با شرافت این همی که زنای بزرگ به درجه و منزلت ها رسید. یک جو یک قصه خوندم. یک مردی بوده است، مردی دهقان زمین داشته است، بیچاره زندگیش حسابی همون زمینش بوده است. یک روز زمینش شزگار میکرد با یون و سپار، نخواست از زیر زمین یک کوزه یافت. کوزه درونش خالی بود، خود کوزه طلایی، متریالش طلایی، با جا جا سنگای قیمتبها بریلیانت قطع گلکاری شده گیره. یافت گفت سبحان الله، آخه این زمینای پادشاهی هم باید من این را برام در دست پادشاه تسلیم کنم. از نظر اسلام وقتی در زمین پادشاهی چیزی را شخص پیدا کرد میبرد میسپارش 25% قیمت همو را پادشاه میتونه برسه، 75%ش از دولت میشه، از بیت المال میشه. خست خونش اومد، سر دهنش شست، لباسای تازهش پوشید، میخواست سفر کنه. یک دخترک صالحه داشته است، یک فرزند داشته است، یک دخترک. او پدر در این بگه روز عزم کجا داری؟ او بچه هم خیلی یک کوزه طلایی افتم، برم امیره در دستی پادشاه گفتم حلالش کنم امیره. این با فکر که قیمتش بسیار بازبینه، خیلی بهای خوب داره، اما 25% بوده، خیلی انشالله زندگی با خوب میشه. میام خونه و در ایسری نو ریمان میکنم، جهازی تر تیار میکنم، فرد میتونم. وقتی دختر کوزه را دید گفت پدر جان، این تو میدونی این صدها هزار قیمت داره، میترسم که این پادشاه بعضی زمیندارا ظالم میشوند، برای همین مال و ثروت چیدت نست نابود نکنم. یا روز من متأکد او که ای خدا میترسی خدمتک بفروشش 75% در راه خدا خیر کنم، 25% خدمت استفاده میبرید، لیکن نه برکی میترسم در یقان برای گرفتار رو. هیگو بچم من تا حالی را با آبیله کفی دستی خودم تا آب خوردم، میبرم حلالش میکنم، هیچی موکی ندارم. نخواه من اورا 100,000 قیمت داشته باشد، 75,000 برام بتون جلو ولی هم بولی دوال میباشن. گرفت کوزه را در یک خلطه انداخت، آورد به شهر، پیش پادشاه آورد. وقتی کوزه را ماند، پادشاه زرگرا را دعوت کرد، یوویلیرا را نرخ نواش کردن، گفتن این 1000 دینار قیمت دارد، 1,000,000. پادشاه حساب کرد، گفت این 1,000,000 که باشد این پوچکنده را مگر هم 150,000 دینار بتیم نمیشه یک بلو کنیم این را خلاص بکرد، این دستکش ما بگیریم میشه. یک وزیر ظالمی بدبخت داشته است. عادتا سرورا رقمای یکم همیشه در همه عصر زمان عادی شوند، اما هم کثافت وزیرها گمراهش میکنند. اما فرعون هم ببینه وزیرش گمراهش کرد، نمروز هم اگر تاریخ هم ببینه وزیرش گمراهش کرده است. اگر وزیر صالح و ترس باشه انشاءالله ملک و بزرگ میشه، مصلحتای خوب میده، میکنه ظالم باشه وای به حال اهل امت. این وزیری بدبخت میگه که بگوش که دسته کوزه را کجا کرده است، کوزه به دسته کوزه را بگیره بیاره، مایش بگویرم 150,000 میتونم دستش اول بیاره. و پادشاه سخت گرفتی مرده که تو دسته ای را کجا کردی؟ میگه دستش بیار، من 150,000 دینار میتونم. گفت حضرت آخی وقتی این را من پیدا کردم دسته نداشت. گفت چرا تصیام میکنی؟ کوزه به دسته نشده، آدم به دست نمیشه و کوزه به دست نمیشیده، بچه خیلی را میبردونه نباشه. هر قدر بیچاره زوره و التجا کرد، این ظالم گفت قبول نکرد. گفت بخی گم شو که گفت در زندان پرتو. بعد این مش در سر زد، خار در سر، کاش که گفت هم دخترک با میگریفته، سیاه کاش که هم گفت دخترک با میگریفته. بعد پادشاه پیشبری کرد که دخترک چی گفت؟ گفت که دخترم گفت که همه پادشاه های وقتا بسیار ظالم و خونخوارند، میترسم در یگان بلا گرفتارت میکنم. دخترم گفت که همه کوزه را بر بفروش، 75% فی سبیل الله خیر کنه، 25 دیگه دیگه حلال میشود. گفت دختریت هم خیلی عاقله هایی؟ گفت بله، تعلیم دیده خوندگی. پادشاه هم زنگیر بدست، یعنی همین زنگیر اسبگیر دیگونه های. گفت دختر تبگو که اگر دانشمند عاقله باشه بیاین از من، بیا همراه.
نه شب بیایم نه روز، نه سواره بیایم نه پیاده، نه شب بیایم نه روز، نه سواره بیایم نه پیاده. این بیچاره دیگه مطمئن بود، من دهقانی بیچاره آمد پیشی باید دخترش بود بچم این روم سیاه بود که من خودم یه احمق ترم در بلا بیدم راستی چی واقعا شد این خیلی فرموشید است. من بفهمم این شب وقتی که شب نباشه و روز نباشه که اویا میتونه آدم یا سواره نه سواره برام نه پیاده. دختر بود پروا نکرد رفتی آمدن همین عین نماز شام یا تکه داشتیم. دختر ایبالای تکه اومد شوخوی تکه را کبیدگی و پاش را گشتیست. یعنی که کودکا اسپک بازی میکنن در آمدن پیشی پاشو السلام علیکم و رحمت الله. پاشو گفت تو کی؟ گفت من دختری نمی بودم فرمانی تو را به اجرا کردم نه شب اومدم نه روز. خوام فقیهات دعوت که یک تش بگه که حاضر روزای این همه را سنسور کنن. دعوت که یک تش بگه که شب شده است همون نه شب و نه روزش نمی ساعته نه سواره نه پیاده در بالای تکه و پای خود رو اومده است. چون بسیار زیرک بسیار دانشمند باز میگم که زن صالحه زن زیرک زن سالمه به همه لازمه. همه هر پوچوی در تاریخ گذشته است قسم به خدا تاریخ یه ورق بگردونه زنای صالحه به هم درجه رسونده شد. همین تیمور امیر تیمور کوهگانی نیمی دنیا را گرفته بود. در زمان تیمور از تیمور پوچوی زودتر در تمام دنیا نبود. یک زن داشت با نام آیخونین آنم آیخونین به همین درجه را رسونده. شاه جهانگیر شاه هندوستان یک زن داشت با نام تاج محل آنم تاج محل به همین درجه را منزله رسونده است. یک پادشاه به در بنی عباس بزرگترین پادشاه آل عباس حساب میکنه هارون الرشید. هارون الرشید از زنش سیده زبیده به هم درجه و منزلت رسونده است. این پادشاه را در نکاح کرد گرفتش دختر در شب نکاح خطیش مصلحت کرد گفت غیر من یگان کس نصیحت نمیکنی دختری به عقل بدهی فقط مصلحت مشورت به خود میکنی. اگر همی شنیدم که یک آدم بیگانه را یا مصلحت یا مشورت در حیات داده همون ساعت جدایی بین من تو خوب گفت قبول کردی زن. از بین چند مدت گذشت یک زندگی بسیار شیرین بسیار گوارا زنی صالحه و عاقله بوده زندگی مرده که به یک گلشن مبدل میکنه. اما خدا نگه بداره زن جکاک که در همین دنیا دوزخ نشانه بود. زن که در کوچه ها بخش باشد زن نباشد که ماده صد باشد. زن بد در سرای مرد نکو هم در این عالم است دوزخ. همین زن بد در خانه آدم نیک در همین دنیا دوزخ شد. زینهار از قرین بد زینهار و قنا ربنا عذاب النار. از من چند مدت میگذرد یک روز پادشاه در قصر حکم میکرد مردم یک قبول میکرد هر کس عرض داد چنده گفته پادشاه مثل سلیمان علیه السلام حل میکرد. دو کس دعوا اومدن هر دوش در سر یک کوره دعوا دارد یک کورچه تویچه یک تش دعوا میکنه که شاه همه کورچه از من ای او دیگرش میگه نه از من هست. بعد ایزنش سوال میکنه در پشتی چودر ایزنش میگه ای کدامش باشد خیلی را حل کنه. میگه فرمون ته همون تویچه را سر بتن پیشی اسب کدامش گیرد یادوهای بخی هم تویچه پیش بکشش نمیرود. اینا خشبو تحقیق نکردن یک مردش اسبش نرم بده یا تشموده بیچاره این دختر سوال نکرد ایبی پوچاشی سوال نکرد نمیره تحقیق نکرد. این تویچه جوانمرگ سر میتن او تدستور بود است میدوه میره و پیش اسپینر حکم میکنه پوچاکی در از صاحب اسپینر داده شود و این بیچارش میگه الهی توبه ما نو دیدن که اسپینر هم میزویده است. وقتی ایگه که این زنک شنید علاقه ایگه پوچید است که پوچاک گمشه دیگه نمیکنه برگردونده قرد نمیکنه. گفت برای که تمام حکم میاد این دیگه بویداد گفته برو ما
که ظلم شید در حقم. زن پادشاه شنید حقیقتا ظلم شید، تویچه حقی مادر می شود، چه در اسب نر می شود. یک کنیز در را فرستاد با 4 متر خود، هر یک قصر پادشاه 4 متر خود داره بود. گفت بگی بیارش، آوردنش ای پشت چوندر، گفت که اگه کار شید ای بیمان برش بود. اگر گفت پادشاه فلان موضع شکار می رود، برای در بالای بیابان تو را پرت و توری وحیگیری را آمد سوالت کرد چکا میکنی؟ بگو ماهی میگیرم. بگه جانمر تو کوری، تو دیوانه ای، در بالای قم در بیابان ماهی میگیری؟ بگو در ملکی که اسبی نر تویچه میزویه هیچ جای تعجب نیست که همه خطاش هم میفهمه خودش، انشالله حق داره. این مرده که همی کارا کرد، پادشاه را بسیار پادشاه زیرک جانمر گفت بیا اینا پول اسب، اینا یا اسب میتوند میتون تویچه نی، فقط بگو که این مصلحت اکی دو داری، اگر نگفتی قسم به خودم بکشم. جان شرین ای ازمه نشیشت خدا جان شواز کنم، گفتن تو مصلحت هم یا دماغش سخت شرط کردم داخل. آمد نزدی زنش، گفت زنک ما قطعی تمامی خیلی شرط قید داشتیم. گفت بله. گفتم که غیر من اگر کسی را مصلحت و مشورت بتید بین من و تو دیگه فراق می افتد. گفت بله. گفت در این صورت به جواب بره، تو خدمت کردی از بس که تو روشنایی قصر من بدی، آبادی قصر بدی، در همین قصر هر چیزی که دلت میکشه، هر چیزی که دوست میداری ای خدا ای همین شیر مادر ده حلالتر بگی بره، نگه بره خدا جواب. این زنک رو بسیار خوب، زنک به عقل میگن پود کسرت موشا через желудок. Я пошнидagi yo'q. Hamma zanaki به عقل طعام خوب میپسند. با طعام خوب همیشه شوهر طرفی خود جلب میکنه. این زنک همونش پوچور خودش طعامش مهیا میکنه است. رو بیا همه آخران با اوشین میکنیم با توکل احترام با خدا و نمیدن. طعام آور در نزدش مان در درون طعام داروی مدهوش کننده میدوزه زنک. پادشاه میخره خوش میبره بیچاره. بس گرفته قالینا روی هم ماند، در همون قالینا پادشاه را پیچاند، کلولش کرد و بست بریشه که از بینه نمیشه واقعی. دو غلام فیراد کرد، گفت شما شنیده که پادشاه گفت همین قصر چیزی را که همین دوست بداری بر گفت بله. گفت همین چیزی دوست داشته من همین قالینا هست، پشکل خونه پلای من سری حرکه کردم، پادشاه را آوردم نمیشم وش پادشاه با سرش میزنه، چشماش آور میکنه در یک کلبه ویرانه. میپرسم من کجا دارم؟ زنش میگه در خونه پو، در خونه پدر میگه. ای جوانه مرد تو را که گفت ما را ایجا بیار. بگو شاه هم گفتی که هر چیزی دوست دار تبا. آخی در رو قصر گفت دوست داری من تی، عزیزترین چیزی من تی. بیت من رو قصر چکار کنم، مالی رو قصر چکار کنم. پادشاه گریان شد، آبی دیدش جاری شد. گفت لعنت بر کسی که به قدر زن صالحه نمیرسه. باز از من نکاحش کرده گرفت خانه شد. این زن صالحه اینه خیلی نعمت هست. بینه چرا خانه آباد هم خانه دوست، خدا را به رحمت نظر سوی اوست. امروز زاکر جان ما زن گرفته است، زن صالحه، زن مستوره، زنی که سطر میپوشه، قرآن میخونه، اهل نماز است. انشالله از خدا امید داریم که پروردگار زندگی شما بسیار زندگی شیرین و براحت و مرفه میگرداند که یک حیات بسیار آسایشته و خوبه با ایشون میگذرد. آنچنانه که بی خدیجه مادرمون همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم به حیات بودند، آنچنانه که بی ساره مادرمون همراه ابراهیم علیه السلام حیات به سر بودند. خداوند براش چنین یک حیات شیرین و گوارایی را نصیب و روزی میگرداند.